بچه که بودم وقتی 5-6 سالم بود با مامانم سوار تاکسی میشدیم، همیشه به مامانم اصرار داشتم که کرایه رو بده من به راننده بدم. چون وقتی کرایه رو به راننده میدادم اون میگفت دست شما درد نکنه مرد کوچولو، ماشاءالله دیگه مرد مامانت شدی. و با شنیدن این حرفا قند تو دلم آب میشد و احساس میکردم بزرگ شدم و آدم بزرگا منو تو دنیای خودشون حساب کردن. این قصه فقط مخصوص بچگی‌ها نیست، داستان کل عالم همینه. روزی کل دنیا رو و تمام مخلوقات رو خداوند میده و برای پخش روزی به هیچ کسی محتاج نیست. اما اگه میخوای احساس بزرگی کنی باید به خدا بگی یه بخش از این روزی رو بده من بدم. اینطوری بهت ثروت زیادی میدن تا بین مردم پخش کنی. توی یخچال خونه ما یه ربع گوجه فرنگی بیشتر نیست، اما تو حیات اون کسی که تو کار پخش مواد غذایی 4000 تا ربه. چرا اون انقدر بیشتر از من رب داره؟ معلومه، چون برای مصرف شخصیش نمیخواد، میخواد پخش کنه. ثروت زیادم تو دنیا به کسی میدن که همشو برای مصرف شخصی نمیخواد، میخواد پخش کنه. تو طبیعت یه قانونی هست که اگه چیزی رو فقط برای خودت نخوای از اون چیز بیشتر بهت میدن. بلبل برای خودش نمیخونه، خورشید از نور خودش استفاده نمیکنه، گل بوی خودشو نمیفهمه، گاو شیر خودشو نمیخوره. این دنیا طوری طراحی شده که اگه میخوای از چیزی بیشتر داشته باشی باید اونو برا بقیه بیشتر بخوای، باید بیشتر از اون چیز ببخشی، بیشتر از اون چیز بدی بره. آقا منم میخوام برم تو کار پخش، چرا نمیدن من پخش کنم؟ شما اگه 10,000 تا شاخه گلو بخواید به مناسبت عید نوروز بین مردم پایتخت تقسیم کنید و 10 نفر بیان برای این کار خیر اعلام آمادگی پیش شما بکنن، شما این پروژه رو به کدومشون میسپارین؟ قطعا به اون کسی که یه انبار بزرگ داره و میتونه این چند هزار تا شاخه گلو چند روزی تو محیط خنک اونجا نگهداری کنه. آدمیزادم باید دلش جا داشته باشه تا خدا مسئول پخشش کنه. شاید بگیم خیلی قول میزنن که خدایا چرا به ما ندادی، دادی به فلانی، اگه به ما میدادی ما از اون بخشنده تر بودیم. اینطوری نیست. خیلی از این آدمایی که دائم قول میزنن که خدایا چرا به ما ندادی، دادی به فلانی، اگه به ما داده بودی ما بیشتر میبخشیدیم، اونقدر اون دلشون جا نداره. من اعتقادم اینه که اصلا چیزی به نام این که خدا به یکی داده به یکی نداده نداریم. ظرف تمام مخلوقات عالم رو خداوند از کرمش لب به لب پر کرده. هیچ ظرفی تو هستی نیست که خداوند نصف و نیمه پرش کرده باشه. پس اگه چیزی کمه به خاطر اینه که ظرفش کوچیکه. پس به جایی که از خدا بپرسیم چرا به اون بیشتر دادی، باید از خودمون بپرسیم اون چطور ظرفش رو بزرگتر کرده. جان کلام این که تنها راه گرفتن عشق دادنشه، تنها راه گرفتن شادی دادنشه، تنها راه گرفتن ثروت دادنشه. دیدی تو مهمونی وقتی سینی چایی جلوت میگیرن، اگه برای خودت برداری سری سینی رو میبرن جلوی نفر بعدی، اما اگه شروع کنی به برداشتن چایی برای اطرافیانه تا موقعی که برای خودت چایی بر نداشتی سینی رو از جلوت نمیبرن. تو عالمم تا موقعی که برای بقیه میخوای سینی نعمت رو از جلوت کنار نمیبرن. تازه اگه چایی بهت نرسه صدات میزنن تو آشپزخونه، هم چای زعفرون بهت میدن، هم شربت، هم نسکافه. به قول نظامی هر چه در این بزم نشانت دهند گرم نستانی به هزانت دهند. پس هر کس که دلش بزرگ باشه خدا مسئول پخشش میکنه و هر کس رو خدا مسئول پخش کنه تو چشم آدم ها بزرگ میشه. اگه بگی خدایا من میخوام مردم رو آگاه کنم، میگن آگاهی رو بدین ایشون پخش کنه. اگه بگی خدایا من میخوام به مردم عشق بدم، میگن عشق رو بدین رو زمین ایشون پخش کنه. اگه بگی خدایا من میخوام مردم رو شاد کنم، میگن شادی رو بدین ایشون رو زمین پخش کنه. اینطوریه که با آرزوت میرسی. اگه 1000 تا شاخه گل رو بین مردم پخش کنی دست خودت هم بوی گل میگیره. اگه نور رو بدن تو پخش کنی دست خودت هم نورانی تر میشه. پس راه زیاد داشتن چیزی تو این عالم زیاد خواستن اون چیز برای مردم. اما یه راز اینجا وجود داره. اگه به قصد سود کردن بخوای بری تو کار پخش چیز زیادی گیرت نمیاد. اما اگه واقعا عاشق مردم باشی و حواست پیش اونام باشه همون اندازه که حواست پیش خودت هست،
خیلی سود میکنیم. پس به شرط مزد نبخش، به شرط عشق ببخش. به قول حافظ تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. نگران نباش، اون بهترین حسابدار دنیاست، نه چیزی یادش میره نه چیزی رو از قلم میندازه.